سلام و عرض ادب خدمت تک تکتون. همگی خوش آمدید. مرسی که در این لحظه اینجا هستید، در کنار ما هستید و با هم دقایقی رو بگذرونیم و در مورد بعضی مسائلی که در این روزها، چالش هایی که در مورد ایران و این وضعیت انرژی و اضطراب هایی که دارید مثلا صحبت کنم. خیلی وقت بود، از تیر ماه 1404 بود که خرداد بود، تیر بود، 12 روز جنگ داشتیم. تصمیم گرفتم که یک کلاب عمومی رو برگزار کنم و چیزهایی که واقعا لازم و ضروری بود رو خدمتتون عرض بکنم، به خاطر اینکه در حال حاضر اتفاقی که نمیشه بگیم داره میفته افتاده، به کمک تک تک شماها نیازه و انرژی تک تک ما رو داره صدا میزنه برای اینکه بتونیم که یک قدمی برداریم برای خاک وطنم. خب مجدد شروع میکنیم. یه سلام مجدد دارم خدمتتون. همگی خوش آمدید از هر جای دنیا که هستید، ایرانی هستید یا فارسی زبان، از هر جایی که هستید در خدمتتونم. شرایطی که در حال حاضر بچه‌ها پیش اومده اینه که همتون درگیر مسئله چالشی هستش که از نظر روانی و انرژی و احساسی در مورد این مسائل قدیم، مطالب قدیم، اتفاقای معذرت خواهم قدیم نه جدید اخیر براتون پیش اومده خواستم صحبت بکنم. به طور پراکنده توی استوری ها یا توی بعضی جاها توی کلاب گفته شده، یعنی این مسئله به طور پراکنده بهتون گفتم. حالا یا چند تا تک استوری ممکنه در مورد این مسئله گذاشته باشم، ولی نیاز به این داشت که خب به طور کامل و جامع در مورد این موضوع باهاتون صحبت بشه که در شرایط کنونی که ما داریم به سر میبریم چرا در این شرایط هستیم و چه کاری از دستمون برمیاد و باید چه بکنیم. در مرحله اول چیزی که خب خیلی مهم هست، بچه‌هایی که با من همراه هستید چند ساله و علاقه‌مند به علوم روحی و مطالب روانشناسی هستید و با مطالب و مسائلی که عنوان میشه خب تا حدود زیادی آشنا هستید. دوستانی هم که تازه به جمع ما پیوستن، اگر که ما بقیه وایس ها رو برن گوش بدن با این مبانی آشنا میشن، چون شروع مطالب از جمله‌ای میخوام باهاتون شروع بکنم که در مورد انتخاب روحمون هست که بچه‌هایی که قدیمی هستن همشون این رو میدونن که انسان روح هست، نه جسم. چیزی به عنوان مرگ وجود ندارد. ما از کالبد فیزیکی به کالبد دیگر سفر می‌کنیم. در هر سفر در کجای این کره خاکی و در چه خانواده‌ای و در چه مملکتی حضور پیدا بکنیم و در چه نقشی خودمون انتخاب می‌کنیم، به دلیل اینکه با توجه به شرایطی که نیاز هست برای اینکه بتونیم در مسیر رشد روحمون حرکت بکنیم ما اون انتخاب رو انجام. و انتخاب روحمون زمانی اتفاق میفته که در جایگاهی هستیم که در لایتناهی همه چیز آشکاره، در آگاهی برتره، هردوم چیز مخفی و دروغی وجود ندارد. یعنی کاملا با خودمون صادقیم، با جهان هستی و حقیقت‌ها آشناییم و در اون وضعیت انتخاب می‌کنیم که در جایگاهی قرار بگیریم برای رشد روحیمون و جبران چیزهایی که از زندگی‌های گذشته تا به الان، تا به اون لحظه نیاز داریم برای جبرانش جایی رو انتخاب بکنیم که اگر که اختلالی در جهان هستی ایجاد کردیم، عدم تعادل ایجاد کردیم، آسیبی زدیم به خودمون یا دیگران یا در جایی بیاییم و این رو جبران کنیم. و کسانی که خب
بیشتر بچه‌های من الان اکثرا از ایران هستید، از افغانستان هستید، فارسی زبان ها هستید و 2 خاک بسیار پرکارما، یعنی انتخاب خاک وطنمون، خاکی رو که انتخاب کردیم برای رشد روحمون میدونسته کجا داره میاد. چیزی که از مشکلاتی که برای ما پیش میاد روحمون از پسش برمیاد که این بار رو برد. ذهن زمینی از پسش بر نمیاد، براش سخته. چرا؟ چون ذهن زمینی دچار معادلات سطح پایین میشه. تمام ما اومدیم که ذهن در اختیار روح باشه که کارهای روح رو انجام بده، اما اتفاقی که میفته وقتی که احساستون درگیر میشه، ذهنتون شروع میکنه به پردازش کردن و روحتون رو به اسارت ذهنتون در میاره. در مسیر سیر و سلوک کاری که ما میکنیم اینه که ذهن رو آروم میکنیم که بتونیم صدای روح رو بشنویم، که بتونیم راهمون رو پیدا کنیم. به همین جهته که تمرینات متفاوتی در معنویت، در علوم روحی، در چیزهایی که هستش، برای اینه که ما بتونیم این ذهن رو به سکوت برسونیم که صدای روح رو بشنویم و ذهن بتونه با توانایی که داره عملکردی در کره زمین، در دنیای سه‌بعدی و دنیای فیزیک بتونه راهی رو پیدا بکنه برای انجام کارهای روح. و همین الان خودتون نگاه کنید میبینید که چقدر شما اسیر ذهن هستید. جای اینکه یعنی روح شما، سلامتی شما درگیر و در اختیار ذهن هستید، جای اینکه ذهنتون در اختیار شما باشه و آروم باشه و بتونه کمکتون بکنه. شما همش دارید بهش کمک میکنید که اون آروم بشه، جای اینکه ذهن آروم باشه به شماها ایده های درستی در مسیر رشد روحتون بده. در مورد که کشوری که شماها انتخاب کردید، هر کدوم، شمایی که میگم شمای نوعی، منی که میگم من نوعی، فرقی نمیکنه. در مورد خاک کشوری که ما انتخاب کردیم که روحمون بیاد، که سفر روحمون رو در این قسمت طی بکنه، اکثر بچه‌ها گفتم یا ایرانی هستین، اهل ایران هستین یا اهل افغانستان. هر کدومتون از خودتون به سهم خودتون یک سوال بپرسید. به سهم خودت در پایین کشیدن و نابودی فرکانس خاک وطنت چیکار کردی؟ و به سهم خودت برای بالا بردن فرکانس خاک وطنت چیکار کردی؟ حالا چرا میگم وطنت؟ من ایرانی که توی ایران زندگی نمی‌کنم، من افغانی که توی ایران زندگی نمی‌کنم، ولی خاکی که روحم انتخاب کرده، فرقی نمی‌کنه هر جای دنیا باشم، روحم اون خاک رو انتخاب کرده. قبل از اینکه روی زمین بیای اون خاک رو انتخاب کردی. تا آخر این سفر روحت در اون خاک ریشه داره و کیفیت اون خاک شامل حال تو میشه هر جای دنیا که باشی. یعنی میوه های زندگیت، برگ و شاخه زندگیت تماماً ریشه در این خاک داره و ازش تأثیر میگیره. و خب کسانی که مهاجرت میکنن توی طولانی مدت، نه خیلی کوتاه مدت، در خاک جدید هم ریشه میکنن و دارای 2 خاک میشن. یعنی وقتی که میرن تو مملکت خودشون، مثلا یه ایرانی وقتی برمیگرده تو ایران، قشنگ احساس خاک وطنش و مملکت مادریش رو میکنه. یعنی احساس میکنه که تو اومده خونه پدری خودش، خاک مادری خودشه. احساس غربت نمیکنه، احساس ریشه رو داره. همچنین در جایی که زندگی میکنه طولانی مدت ریشه میکنه و اونجا هم احساس وطنش رو میکنه. که خب خیلی از آدم ها، یه چیز حدود میشه گفت 60% شاید هم 60% از آدم ها حتی تو طولانی مدت هم نمیتونن ریشه کنن در مملکت دیگر و خیلی اذیت میشن، دچار افسردگی ها و بیماری هایی میشن خیلی طولانی مدت. و حتی اگر که کار و زندگیشون همونجا پا بگیره، باز هم با اون کمبودی که خیلی براشون
مهم و بولد هستش همیشه زندگی میکنه و این خیلی اذیتشون میکنه و دلیلش کاملا انرژیتیک روحی هستش، برای اینکه اون ریشه‌ای که باید پا بگیره از نظر انرژیتیکی، چون ما 7 کالبد داریم، یکیش فیزیکی هست و 6 تا کالبد هایی هستن که از جنس انرژی هستن و باید اینها دقیقاً تو اونجا ریشه بکنن یواش یواش. و به همین جهت هر جای دنیا که زندگی بکنی تا آخر عمرت خاک اون وطنت کیفیتش شامل حالت میشه. چیزی که بچه‌ای که الان خارج از کشور هستن، الان با ما همراه هستن، این براشون تو این جنگ 12 روزه خیلی ثابت شده است. چطور ثابت شده است؟ به خاطر اینکه بچه‌ای که خارج از ایران بودن به طور خیلی عجیبی حال خیلی بدی داشتن، حتی حالشون از اونایی که داخل ایران بودن بدتر بود. یه حالت چون بیخبر هم بودن، اضطراب، استرسی که یه چیز خیلی عجیبی بود براشون. اکثرا این حال رو داشتن چون یک بیقراری که انرژیش انگار از جای دیگری داشت میسوزوندشون. به دلیلی که انرژیشون وصله به اینجا، لینک به خاک، یعنی وصله به این خاکشون و اذیتشون میکنه. در مورد حالا اینها رو براتون توضیح دادم که این رو بهتون بگم که خب وطن ما ایران یک تاریخچه‌ای داره که نمیدونم شما تا چقدر با تاریخ آشنا باشید، تا چه حد مطالعات تاریخی دارید یا با تاریخ اصلا آشنا باشید یا چقدر ذهنتون رو درگیر این کرده باشید که این فرهنگ رفتاری، باورها و چیزهایی که توی مملکت ما، توی اجتماع ما حاکم هستش چقدر ریشه داره، اصلا از کجا اومده، چرا یه همچین وضعیتی داره، از کجا شروع شده و کدوم سمت و سو داره میره و اصلا در نهایت چه اتفاقی میفته. یه مطلبی رو اول کار بهتون بگم. میخوام اینو بهتون بگم که بچه‌ای که من آشنان این رو میدونم، من حرف آخر رو همیشه اول میزنم. این حرف آخره ولی اول بهتون میزنم. تک تک سلولام از خداوند در این لحظه این رو میخواد که بلایی که سر افغانستان اومده سر خاک ایران نیاد. افغانستان برای همیشه در تاریخ کره زمین برای همیشه تموم شده است و دلیل نابودیش نه طالبان است، نه نمیدونم دولت اون حامد بود، حامد کرزای بود، نه این است نه اون است، نه کار ایناست نه کار اوناست، از ماست که بر ماست. خاک افغانستان، مملکت افغانستان را خود افغانها تا همین لحظه، از گذشته تا حالا و از الان تا آینده نابود کردن. ملت افغانستان، نه دولت افغانستان. چون ملت افغانستان جمعیت زیادی هستن با باورهاشون. حالا اینو توضیح میدم چرا و چرا میگم که واقعا با تمام وجودم میخوام که اتفاقی که برای افغانستان افتاده برای ما نیفته. منظورم سیاسی اجتماعی نیست. ذهناتون اگه خیلی زمینی هست، اولین چیزی که پردازش کرده الان اینه که طالبان بیاد بالا سر ما. نه، اصلا اتفاق اینجوری برای ما نمیفته. اصلا محاله بابا، ما با اونا فرق میکنیم. ما هیچ فرقی نمیکنیم. فرق ما فقط توی باورها، نوع عملکردامون هستش و روند و راهی که داریم میریم جلو. مسیری که دوستان افغان از روز ازل تا همین الان و در آینده پیش رو دارن مهر محکمی هست بر نابودی کامل افغانستان. چرا؟ فرکانس افغانستان به قدری پایینه، به قدری پایینه. از روز اول که پایین نبوده که وقتی کره زمین خلق شده. به قدری کارهایی که کردن تمام اونایی که حتی خارج از افغانستان هستن، کارهایی که کردن چون ریشهشون در اونجا بوده و از اونجا تغذیه میکرد، ریشه انرژیتیکی و روحیشون از اونجا دریافت میکنه و در عین حال در دیتای جمعی کشور افغانستان شما جای دارید، صندلی دارید. مثل اینکه توی در یک اتاقی باشی که هوای اون اتاق شامل حال تو میشه و تو شامل اون اتاق میشی.
به همین جهت عملکردها چیزی رو که رقم میزند این هستش که فرکانس افغانستان رو به قدری متاسفانه این ملت پایین آوردن که هر آنچه که فکر کن که بلا از آسمون داره نازل میشه صف میفته تو مملکتش. یعنی دیگه یکی از خشن‌ترین بدترین چیزهایی که مثلا میشد میچرخه باز میره سر نقطه اولی که هی بدتر و بدتر میشه از دولت و از چیزهایی که هستش کاری که اتفاق میفته. توی کلاب‌های عمومی هم در مورد این موضوع باهاتون صحبت کردم و بارها هم اینو توی استوری ها هم خدمتتون عرض کردم که همه ما در درست‌ترین زمان و درست‌ترین مکان قرار داریم با توجه به کیفیتمون و ارتعاشمون. تمام دنیا بر اساس ارتعاشه، تمام دنیا بر اساس فرکانس، همه چیزها بر اساس فرکانسه و بارها بهتون گفتم اگر که از جاتون ناراضی هستید، مادی، معنوی، سلامتی، احساسی، روابط ناراضی هستی، باید جات رو عوض کنی. جات رو هیچ جوری نمیتونی عوض بکنی، جغرافیایی و لوکیشنی نیست جز اینکه فرکانست رو تغییر بدی. علت این که گفتم افغانستان در این وضعیت قرار گرفته به خاطر باورهای مذهبی و خرافی هستش که سالیان زیادی متاسفانه درگیرش هستن، از قشر جوانشون بگیر تا قدیمی هاشون، کهنسال هاشون و باورهایی که حتی از جانشون و حتی از بچه هاشون، از عزیزاشون بیشتر به اون باورها پایبند هستن. باورهای غلط، پوسیده، آسیب زننده که بخش عظیمش رو من توی کلاب هویت شناسی که قراره برگزار بشه اونجا کاملا نوعش رو براتون باز میکنم و اصلا بهتون میگم که چه اتفاقی میفته و چطور میشه جلوی اون اتفاق رو گرفت و چی کار میشه کرد. و چون تو این کلاب وقتش نمیشه، اگه بخوام بگم تا صبح باید در مورد اون موضوع بخوام صحبت بکنم، ولی در مورد اینها رو یه پیش زمینه در مورد افغانستان کشور همسایه‌مون صحبت کردم که یک زمانی جزو با ایران یکی بودن و در مورد یک تاریخچه بگم در مورد ایران. تاریخچه‌ای که نمیدونم، میگم در مورد ایران من نمیدونم چقدر شماها تاریخ رو میدونید یا اصلا در موردش خوندید یا نه، که این مسئله خرافات و باورهایی که حتی در خود ایران هست از چه زمانی شکل گرفته، از چه زمانی پا گرفته، زیاد شده و خونه کرده و لونه کرده و ریشه ما رو داره میخوره. یه تیتروار اگر که بخوام براتون یه تاریخچه خیلی سریع و تیترواری در مورد تاریخ ایران، همشون نه به طور کلی بهتون بگم بخواید بدونید، یعنی میخوام بگم از یه جای شروع شد و کجا براتون، یعنی کجا این اتفاق تو کشور ما رقم خورد و الان کجا هستیم. این نیستش که به یک روزه و به یک بار یک فرکانسی از آسمون به زمین بیاد، یک سیری رو طی کرده ما کجا بودیم و کجا اومدیم، به کجا رسیدیم. فقط ایرانی ها یاد گرفتن ما تمدن داریم. هر کی گفت تمدن بهش ازش بپرس بگو که در مورد تمدن توضیح بده. تمدن چی؟ مثلا میخوای بگی یه بلیط بگی برو شیراز مثلا تخت جمشید رو ببین. خب رفتم دیدم. حالا تویی که در تمدن دم میزنی یه خورده به من بگو که اصلا تمدن ایران رو میدونی یا نمیدونی، مثلا ایران از کجا شروع شده، چه جوری شده. نمیدونن. کسی که تمدن نمیدونه، کسی که تاریخ نمیدونه، کسی که نمیدونه که بافت ذهنی، فرهنگی و روانشناسی مملکتش کجا بوده و خطاهای تاریخی کجا بوده، هیچ وقت نمیتونه زندگی خودش رو به یک سمت و سوی ببره که بتونه جبران بکنه که جای پای گذشته ها بگذارد برای موفقیت یا نگذارد برای شکست. اینه که تاریخی داره تکرار میشه. چرا؟
چون ملت ها کلشون پایینه، نمیخوام بفهمن کجا. دولت ها هم که دقیقاً تو یک سیکلی اومدن هی بازی میدن مردم. همه دولت ها هیچ موضعی وجود نداره این دولت خوبه اون دولت بده. همه دولت ها همین داستان رو متاسفانه دارن و کاری که دارن میکنن به خاطر اینه که خب بتونن که 8 میلیارد آدم بتونن کنترل بکنن دیگه، مدیریت بکنن. حالا تو هر قسمتی، تو هر مملکتی بتونن به یه شکلی کنترلشون بکنن. فرقشون با هم دیگه تو یه سری چیزهاست با توجه به اون چیزایی که قبول میکنن. یکی مثلا مثل عرب ها سیر نگهشون داره، اینا گشنه باشن وحشی میشن، حمله میکنن، هممون از دم میخورن، هم مالمونو میخورن، هم خودمونو میخورن، هم زندگیمونو میخورن، همه دنیا رو میخورن. عرب جماعت با سیر نگه داشت و از قدیم متاسفانه یک ایرانی، یعنی ایرانی ها از جمله آدم هایی هستن که ضریب هوشی خیلی بالایی دارن، خیلی آیکیو بالایی دارن، اما همونقدر که آیکیوشون بالاست آدمای خیلی جوگیری همیشه بودن، آدمای خیلی مدعی، آدمای جوگیر، آیکیو بالا، ولی از آیکیو در جهت‌های درست استفاده نکنن. یعنی سرمایه‌ای دارن، مثلا سرمایه رو جای اینکه درست استفاده بکنن میان میرزن دور، یه سری کار اشتباه میکنن باهاش. به همین جهت چون در درست ازش استفاده نمیکنن، نمیدونن که دقیقاً چی کار باید باش بکنن و این وضعیتی که میشه بهشون جو داد باعث شده که ازشون با این سیستم کاملا کنترلشون بکنن و سمت و سو بهشون بدن، خوراک به ذهنشون بدن. تو همین مسائل اخیر خیلی راحت، اصلا هیچ کدوم تو تاریخ نمیدونید، جامعه شناسی نمیدونید، سیاست نمیدونید، هیچی نمیدونید، خب همتون تو فضای مجازی دارید نگاه میکنید. یه پست مثلا ببینید در مورد وضعیت مثلا کنونی ایران، مثلا یکی میاد میگه این آدم خوبه، اون یکی میاد میگه این آدم بده، فقط برو کامنت ها رو بخون، کامنت ها رو بخون. مثلا از جمله، حالا اینو من واضح بگم، از جمله مثلا الان یه عده اومدن اسم از نمیدونم پهلوی میاد، آی جاوید شاه، آی نمیدونم قربونت برم دورت بگردم، خودشو زیر کامنت داره پاره میکنه و منتظر مثلا اون رضا پهلوی عقب افتاده بیاد مثلا نجاتش بده. حالا چرا میگم عقب افتاده؟ چون آدمیه که اصلا قیافش قشنگ مشخصه، یک آدمیه که اصلا به درد ایران نمیخوره و یه ایرانی باهوش ولی اینقدر جوگیره که فکر میکنه که آقا میدونید مشکل ما ایرانی‌ها چیه؟ من اینو نمیخوام، فقط نمیخوام رو میدونی، چی میخوای هم نمیدونی، میگه فقط الان این شرایط نباشه اینا برن، حالا هر کی میخواد بیاد. خب حالا کی بیاد؟ یه نفرم از اون ور یه علم شده 47 سال معلوم نیست اصلا داره چیکار میکنه، اصلا نمیدونه تو ایران چه اتفاقی داره میفته، اصلا از هیچ چیز ایران خبر نداره، هیچ چیز ایران، نه از سلامت روان مردمش، نه از خورد و خوراک مردمش، نه از ناامنی تو کوچه های مردمش، نه همسرش حتی سرود ایران زمین رو حفظ نیست، خودش این دستش به اون دستش میگه غلط نکن، هیچی از سیاست نمیدونه. یه عده اومدن مهرش کردن که آقا باشه اینو میبریم میذاریم سر کار، بعد میایم مثلا یه چیدمانی میکنیم که مثلا بتونیم بریم وارد ایران بشیم. پس شما برو زیر این پست رو نگاه کن، تک تک اونایی که کامنت گذاشتن باید بگیری بندازی تو اسید. اینا همونایی هن که چشم بسته خیلی کارهای دیگه میکنن. چرا؟ چون هیچی از تاریخ نمیدونه، هیچی از اشتباه نمیدونه، هیچی نمیدونه، نه مطالعه میکنه، نه حالیش چیه. برای آدمی و جامعه‌ای که نمیدونه چی میخواد، هر آنچه که به سرش بیاید حقش است. این رو یادتون باشه. جامعه‌ای که مطالعه نمیکنه، جامعه‌ای که نمیدونه تاریخش چیه، جامعه‌ای که نمیدونه به کدوم سمت و سو داره میره، جامعه‌ای که اولین چیزی که به ذهنش میرسه اجرا میکنه برای اینکه خوشبختی رو پیدا کنه و بغل کنه، این جامعه و این ملت هر آنچه که به سرشون بیاد، هر استثماری بشن، هر بلایی که سرشون بیاد حقشونه.
این رو من دارم میگم، تویی که داری صدای منو میشنوی به سهم خودت بفهمی داری چی کار میکنی، به سهم خودت فکر کن داری چی کار میکنی. نه اینکه بیان خوراک به ذهنت بدن، امروز سگو بیارن قبول کنی، فردا سوله رو بیارن قبول کنی. نمیگم الان اصلا این بحث این کلاب من در مورد این نیست که تو بری چه انتخابی بکنی، منظورم اینه که مخاطب من در حال حاضر شخص تویی که داری صدای من رو میشنوی. تو خودت به شخصه به حکم یک ایرانی موظفی برای ایران در جهت بالا بردن فرکانسش قدم برداری. تو به سهم خودت بشین نگاه کن و بنویس و بشمر و انگشتت رو به خودت بگیر، ببین به سهم خودت در نابودی و پایین کشیدن فرکانس ایران چی کار کردی. خودت رو محاکمه کن قبل از اینکه دادگاه الهی ما رو محاکمه کنه، قبل از اینکه دادگاه الهی حقمون رو بذاره کف دستمون. مثل افغانستان، دوستان افغان عزیزمون، امیدوارم که حرف منو موضع نگیرید. قطعا اگر که با آرامش گوش بکنید، تا ته کلاب رو گوش بکنید، متوجه میشید منظورم چیه و میفهمید که من چرا این حرف رو دارم میزنم و متوجه میشید چجوری خاک عزیز وطنتون بلا سرش اومد، چطور نابود شد و بیشتر داره نابود میشه، چطور داره غرق میشه. و این اتفاق بچه‌ها الان 99% بچه‌های ایرانی دارید صدای منو میشنوید. بلایی که سر ایرانمون داره میاد، ایران منتظر آغوش محبت ماست. تمام تن ایران زخمیه و تک تک ما در زخمهاش مقصریم و تک تکمون مسئولیت داریم که ایران رو از این وضعیت در بیاریم. چو ایران نباشد تن من مباد. دست از یه سری کارا باید برداریم. یه تاریخچه‌ای رو از ایران براتون به طور تیتروار بهتون بگم که متوجه بشید خرافاتی که با باورها و مذهب در ذهن ما قاطی شد که ما رو به اینجا کشونده و ما در مرحله صعود نیستیم. متاسفانه ما لبه پردگاه سقوط هستیم. چیزی که امشب جمعه، نمیدونم امروز چندم مهر ماهه، فکر کنم 11 مهر 11 مهر 1404. چیزی که چند ساعت پیش من شنیدم که یک شنبه 2 روز آینده ترامپ گفته که حماس باید تسلیم بشه، اگه نشه کاری باهاش میکنیم که کل تاریخ ندیده باشن و خودشون هم ندیده باشن. این تلنگر خیلی بزرگه برای ما، خیلی بزرگ. تو شاید ذهن درگیر مسائل شخصی زندگیت باشه. من مسائل شخصی زندگیمو دارم حل و فصل میکنم. خب روزمرگیم داره میره، اون چیزایی که نیاز هست برای فردا، پس فردا، هفته آینده، ماه آینده، سال آینده. پلن دقیق نه، ولی یه چیزهایی وجود داره، ولی اصلا بهشون فکر نمی‌کنم، نگران نیستم. من چند روز به شدت خیلی زیاد قبل از اینکه این سیر آشوب آخر درست بشه به شدت در بالا پایین شدید در مورد وضعیت ایران بودم، هنوزم هستم. نمیخوام که بهتون نگرانی بدم، میخوام همتون آروم باشید، آگاه بشید. یعنی اینا رو دارم بهتون میگم، آگاهیش رو داشته باشید، شروع کنیم کاری که از دستمون برمیاد برای ایران انجام بدیم.
توی ایران حدود 2700 سال پیش یه قومی بود به نام مادها، نمیدونم چقدر تاریخ بدونید، که حکومت میکردن. حالا قبل از مادها مثلا خب تاریخچه ما خب خیلی بیشتر، یعنی همتون فکر میکنید 2500 سال، خیلی قبلتر از اون، قبل از کوروش و داریوش مادها بودن و قبل از اونها آشوری ها بودن که بعد اینها با هم دیگه متحد شدن و بر آشوری ها پیروز شدن و اومدن حکومت رو به دست گرفتن. 350 سال در ایران حکومت کردن و اون زمان هم که خب ایران فقط خود خاک ایران نبود، خیلی گسترده تر بود دیگه. و بعد از اون خب کوروش کبیر که بنیانگذار سلسله هخامنشیان بود اومدن و ایران رو خب اومدن حاکم شدن و حکومت رو به دست گرفتن. زمانی که مادها بودن پایتخت ایران همدان بود، نمیدونم این رو شنیدن که حکمتانه بهش اون موقع میگفتن، اون زمان که هخامنشیان خب حدود 2500 سال، البته نه 2500 سال قبل بودن دیگه. آره. و علت این که میخوام این تاریخ رو به طور تیتوار بهتون بگم این هستش که بدونید که دقیقاً خاک ایران چقدر کارما داره. بچه‌ها خاک ها با هم دیگه کارماش فرق میکنه. خاک هایی که توی خاک های مملکت منظورم، نه که خاک زمینتون، زمین شخصیتون. تو خاک مملکت ها، خاک هایی که توشون کارهای نیک بیشتر انجام شده و خیر و برکت توشون بوده، اون انرژی اونجا باقیه. مثل چی؟ مثل مثال براتون میزنم، مثلا این امامزاده هایی که تو ایران هست، خب خیلی هاشون اصلا چیزی نیست، یعنی حالا یا یه نفری اونجا دفنش کردن یا اصلا چیزی نیست، یه چیزی رو به اون نشونه گذاشته بودن اونجا. ولی انقدر سالیان زیادی مردم رفتن اونجا و عبادت نکردن، نیایش کردن، یک انرژی تو اون تیکه زمین خیلی جمع شده، رو اون خاک انرژی خیلی تمیز جمع شده. حالا علتش چیه؟ علتش اینه که امامزاده وقتی یکی میره، تنها جایی که فکر میکنم که با دروغ نمیره، مثل این مسیحی هایی که میرن که توی کلیسا برای کشیششون مثلا میرن اعتراف میکنن، کشیش اون طرف دیواره، این طرف دیواره، توی اتاق، بعد مثلا یه اتاق چوبیه کشیششون، پدر روحانیشون، اینم این طرف مثلا میرن براش اعتراف میکنن، من فلان گناهو کردم، اینجوری کردم، اونجوری کردم، واقعیتو میره میگه. توی امامزاده ها مثلا طرف دزدی کرده، میره میگه که ببین من دزدی کردم و خدا کمک کن دستم رو نشه، فهمیدن اینجوری اونجوری، نمیدونم آبروم نره. یعنی تنها جایی که میره دروغ نمیگه، یعنی خودش حالا هر کیفیتی داره اون آدمه، اونجا که داره میره با صداقت داره میره، یعنی یه جوری انرژی صداقتشو برده اونجا. این جوریه که شما وقتی امامزاده ها میره فکر می‌کنید من سبک شدم، چون یک انرژی سبک اونجا حاکمه. حالا اون انرژی نیستش که تو فکر کنی زندگی تو تغییر میده. این یکی از بزرگترین خرافاتایی هستش که درگیرش هستیم ما. و اصلا عمدی این کارو کردن، زمان صفویه این کارو با شما کردن، یعنی با ایران کردن که ذهن رو مثلا ذهن رو درگیر کنن. زمان حالا خاکی که ببینید، خاک ایران خاک پرکارماییه. روحی که ایران رو انتخاب میکنه روح بسیار قدرتمندیه. چرا؟ شما اگه قدرت داشته باشید چیز کار سخت رو انتخاب میکنید دیگه. کسی که ضعیفه که نمیتونه کار سخت رو انجام بده که. میگه میرم توی این خاک کارهای سریعتر رو هم بیفته جلو، ولی میاد ذهنش درگیر میشه و بعد عقب میفته. حالا علت این که اینقدر خاک ایران پرکارماه چی هستش؟ و علت این که مثلا یک خاکی مثل امریکا خاک کم کارماییه. خاک ایران خب خیلی قدیمیه و مثلا شما میگم به 2700-800 سال پیشم که برگردید دائما در این خاک جنگ بوده. کشورگشایی یا کشور دادن یا کشور گرفتن.
کلی خون ریخته شده، کلی ظلم شده، کلی دزدی شده، کلی هیزی شده. تمام اینها باعث شده که انرژیش باقی مونده. اینجوری نیستش که تموم شه بره که. انرژیش باقی مونده، ولی توی کشوری مثل امریکا خب قدمت امریکا مگه چقدره؟ قدمتی نداره که بخواد اونقدر کارما توش جمع شده باشه. یعنی تازه داره کارماهای کثیف جمع میکنه. تو کشورش هیچ وقت جنگ نشده که بخواد حالا مثلا اونقدر خونریزی توش اتفاق، اون کله دنیا افتاده. برای همین یه خود اون انرژی اونجا سبکتره. ولی خب انرژی که در حال حاضر حاکمه خب همچین داره جبران میکنه دیگه. کاری که داره میکنه، بلایی که یهو داره سر کل دنیا میاره. یعنی اون احساس قدرتی که فکر میکنه که صاحب کل کره زمین و کل دنیا رو میتونه برای خودش، و داره واقعا این کارو میکنه ها، داره این کارو میکنه، نه که قدرتش رو داشته باشه، اون ذات کثیفیش رو که داره میتونه، با اون ذات کثیف میتونه این کارو کنه. فکر میکنه که خب هر جور دلش بخواد دنیا رو بچرخونه دیگه. برای همین این اتفاق میفته. ولی یه جایی مثل خاک ایران، یه جایی مثل خاک افغانستان، خب اینا خیلی کارماهای قدیمی دارن. خاک ایران چند هزار ساله که قدمت کارمیک داره و چند هزار ساله که در این مملکت خون ریخته شده. زمان هخامنشیان که خب حالا داریوش پادشاه شد، حالا بعد کوروش کبیر و اینها، از همون موقع هم امپراتوری که توسط کوروش مثلا یک امپراتوری تشکیل دادن، همون موقع هم به کشورگشایی رفتن، جنگ کردن، حمله کردن، کارایی که کردن. و خب اون موقع کشور ایران، افغانستان و عراق، بخشی از ترکیه، قسمت اگه اشتباه نکنم آناتولی، قسمت آسیایی، قسمتی از ترکیه و حتی قسمتی از سوریه مال ایران بود اون موقع. و هخامنشیان که توی ایران حاکم بودن، بعد از فکر میکنم حدود 200 سال 220 اگر اشتباه نکنم، اسکندر مقدونی بهشون حمله کرد و شکست خوردن. و خب اسکندر مقدونی، اسما رو بچه‌ها احتمالاً قشنگ همتون شنیدید ولی نمیدونید اینا کی هستن، یعنی چیز سختی براتون نیست. از یونان حمله کرد به ایران که خب بیاد ایران رو بگیر. و حالا اسکندر مقدونی خودش کلا یه روح خیلی عجیب غریبی بود. تا 16 سالگی تحت تعلیم و شاگرد ارسطو بود. آره ارسطو، یه فیلسوف یونانی اگر اشتباه نکنم، که اون موقع تو 16 سالگی تا 16 سالگی تحت تعلیم بود و اصلا تو 20 سالگی پادشاه شد. بزرگترین امپراتوری روم رو که شاید تو فیلم ها دیده باشید، توی سری کتاب داستان ها خونده باشید، بزرگترین امپراتوری روم رو تشکیل داد و شروع کرد به جنگیدن و از روم به سمت ایران. یعنی اون موقع خب از یونان وارد خاک ترکیه شد، از ترکیه وارد ایران شد. حالا اون قسمتی که مربوط به ترکیه اون موقع با ایران یکی بود و اومد اینا رو همه رو کشورگشایی کرد. 70 تا شهر مختلف بنا کرد و درست کرد و حتی تا هند رفت و کشورگشایی کرد و اصطلاحاً گفت فتح کردم. حالا اینا رو من براتون دارم تعریف میگم تیتروار، خیلی چند تا چیزو براتون بگم. میخوام اینو بهتون بگم که آدمیزاد ببینید چه جوریه. کلاً از 33 سال بیشتر این اسکندر مقدونی عمر نکرد، 33 سالش بود که مرد. ولی آدمیزاد چه بلایی سر این دنیا آورده، چه بلایی سر خودش آورده، چی کار کرده. و این خاک شما همینجوری در نظر بگید چقدر خون توش ریخته شده، چقدر کشته شده، چقدر جان اونجا گرفته شده. جانهایی که گرفته میشه سفرهای روح نیمه کاره هستن.
ما هر سفر روحی که میکنیم انتخاب میکنیم که انقدر زندگی کنیم و این درس ها رو پاس کنیم و این کار رو انجام بدیم. خب مثل این که شما بخوای به دانشگاه بخوای بگی آقا من فوق دیپلم بخونم، کارشناسی بخونم، کارشناسی ارشد بخونم، چی بخونم، تعداد سالهاش مشخصه. بعد مثلا میگی آقا من اینو میخوام رشته رو بخونم، اینجوری بشه اینجوری بشه، مثلا میخوام تا دکترا بخونم، بعد بیای مثلا 3 سال بخونی وسطش ول کنی. نخوندی، هدفت اون بوده ولی به هدفت نرسیدی. چرا؟ چون وسطش ول کردی. زمانی که یک روح میاد روی زمین در هر تناسخی انتخاب میکند که چقدر در زمین باشد و چه درس‌هایی رو پاس کنه، چه کارهایی رو انجام بده. به مثال یک شمع میمونه که شما یک شمعی رو میخرید، مثلا میگن که این شمع روشن بکنی 5 ساعت میسوزه. بله اون شمع رو روشن بکنی 5 ساعت میسوزه، بعد از 5 ساعت تموم میشه. ولی مشروط بر اینه که کسی خاموشش نکنه، مشروط بر اینه که دری باز نشه، بادی نه یا پنجره باز نشه که این شمع رو خاموش نکنه. و اگر این شمع خاموش بشود و باید منتظر بمونیم که یعنی یه نفر بیاد یا خودمون بریم یه کبریتی، فندکی، چیزی بیاریم روشن کنیم. و شما بنا رو برای این بذار در فضایی که هستی فندک و کبریت نیست. اینو مثلا یه نفر داشت رفته گفتی آقا این شمعو میشه روشن کنی، روشنش کرده رفت. حالا تا یه نفر پیدا بشه یا خودت بری پیدا کنی، یعنی بگیری بیاری، زمان میبره. روح انسان همین داستانو داره. زمانی که جنگی پیش میاد، زمانی که در یک اتفاقی یک نفر جانش رو از دست میده، زمانی که یه جنگی میشه بمبارون میکنن، زمانی که یک واقعه طبیعی، اتفاقای طبیعت میفته مثل سیل و زلزله و آتشفشان و طوفان و کسی میمیرد، سفر روحش نیمه کاره میمونه. مرگ‌های غیر طبیعی ما بهشون میگیم. مرگ‌های غیر طبیعی تماماً مرگ‌های اتفاقی هستن، مثل بادی که شمعی رو خاموش میکنه. و شما میاد دخل و تصرفتون با اون جنگی که دارم بهتون میگم اسکندر مقدونی از یونان حرکت کرد و از ترکیه اومد و ایران و رفت افغانستان و پاکستان و هند و اینا رو همه رو برداشت فتح کرد. برادر من این فتح نبوده که تو گند زدی. کدوم قسمت؟ تو کلا هم 33 سال عمر کردی، کدوم قسمتش تو میخوای مثلا حالا سرتو بالا بگیری بگی آقا ما کردیم ها؟ و البته اینو بهتون بگم خب زمانی بود که زمان هخامنشیان که اول ایران به یونان حمله کرد و اسکندر مقدونی برای اینکه تلافی بکنه اومد حمله کرد. حمله کرد دیگه، ولکنش هم خراب بود دیگه، تا هند رفت، دیگه ول نکرد دیگه. یونان نمیدونم چقدر جغرافیتون خوبه، اگه جغرافیتون در حد ساووش بولاقه برید یه کره زمینی بگیرید، هر کی جغرافیش خرابه آدرس بده کره زمین براش هدیه بفرستیم. یا مثلا میتونید حتی توی گوشیاتون نقشه کره زمین رو نگاه کنید که ببینید یونان کجاست. خب یونان جنوب غربی ترکیه میشه. حالا انشالله که شمال و جنوب و چپ و راستتون هم بلدید. خب وقتی که جنوب غربی ترکیه میشه، از اونجا حرکت بکنه بخواد بیاد سمت ایران، خب مسیر رو اگر که بدونید و بیاد از ترکیه به سمت ایران، ترکیه امروزی اون موقع جزو ایران بوده، ترکیه امروزی جزو ایران بوده که من حتی در مورد مولانا بهتون گفتم که مولانا کسی بوده که در افغانستان، که اون زمان اسم افغانستان بلخ بوده، در اونجا به دنیا میاد و بعد مهاجرت میکنه به قونیه. به قونیه مهاجرت میکنه که اون زمان قونیه مرکز داد و ستد و پایتخت ایران بوده. اون زمان هم حدود 1000 سال پیش میشه دیگه، زمان سلجوقیان که وارد ایران میشد. در خراسان عطار شیرازی بود. آره عطار شیرازیشو نمیدونم، من تو اسامی مشکل دارم، از قیافه میشناسم، نشونش بدید بگم کدومشون بوده. بچهای من میدونم من تو اسامی مشکل دارم. عطار رو میبینه، ملاقات میکنه. یعنی اینا دقیقا خیلی جالب بوده که اون زمان از نظر آسترولوژی طوری بوده،
انرژی ها که آدم هایی که اومدن روی زمین فیلسوف هایی بودن و عارف های خیلی بزرگی بودن. خیلی برام جالبه اون زمان دقیقا انرژی حاکم این شکلی بوده و میاد میره به سمت قونیه. کامنت ها هم بستم، نظر نمیتونید بدید. میخواستم ازتون نظر بپرسم که اگه خسته شدید برم سر اصل مطلب. بذارید بچه‌ها یه دقیقه باز کنم ازتون بپرسم که یک نواخت نشه. حالتون چطوره؟ خوابید یا بیدار؟ خدا رو شکر. بچه در مورد تاریخ ایران تیتروار همینجوری بهتون بگم، دوست دارید بدونید و یاد بگیرید، چون قربونتون برم هیچ کدومتون اهل مطالعه نیستید. میگم که من دارم میگم از تاریخ‌هایی که خوندم یه چیزای خیلی کمی الان خاطرم هست، اونها رو دارم بهتون میگم. اگر که عمری باقی باشه، فرصتی باشه، از جمله کارهایی که خیلی دوست دارم در خدمتتون باشم و انجام بدم باهاتون، اینه که واقعا این رو خیلی دوست دارم، گپ روزانه در مورد تاریخ ایران، وضعیتی که بوده، چیزهایی که بهمون یه چیزهایی یاد بده و غیر از اطلاعات بهمون آگاهی بده، خیلی دوست دارم که باهاتون به اشتراک بذارم. برای خودم هم یادآوری میشه. من چیزهایی که در گذشته خیلی دور خوندم خیلی خوب یادمه، یعنی یه چیزای خیلی قشنگ تو حافظم همچنان هست و امشب تصمیم گرفتم اینو بهتون بگم. در مورد تاریخ اگه دوست دارید بگم، اگر دوست ندارید میتونیم مثلا نمیدونم شماها سابجکت بدید صحبت کنید. هر که خوابش میاد بره بخوابه. تو این دنیا یکی از لذت بخش ترین قسمت های زندگی خوابه. البته من شاید چون زیاد اهل خواب نیستم و کیفیت خواب و اون عالم موازی خواب رو دوست دارم، همچین چیزی میگم، ولی اگر که خوابتون میاد همیشه برید بخوابید، به خاطر اینکه اون خوابی که اون لحظه میاد شما رو به خواب عمیق با ارزشی میبره. کیفیت خوابتون خیلی خوبه. یه لاین جدید قراره باز کنیم، درمان بیخوابی. یه وایس شخصی میفرستم، هر شب گوش میکنید میخوام. بچه ها اسکای روم عمومیه، خب مثل اینا که آروم باشید، مؤدب باشید، مهمون داریم آبروداری کنید. نمیتونم خیلی باهاتون شوخی بکنم، آبروداری کنید. اصلا کامنت ها رو باید ببندم و دست شما الان آبرو نمیذاره برم. درمان خواب زیاد بگید. سوال جواب نداریم بچه‌ها تو این کلاب، به خاطر اینکه وقتی کلابو میگیره، ولی فقط در مورد این خوابو گفتم بهتون بگم. خواب زیاد حتما برید مزاج هاتون رو درمان کنید و کمکاری، یعنی کمبود انرژی طحال ضعیفی دارید، به علاوه این که ممکنه که تو مزاج هاتون اختلال باشه، به علاوه این که میتونه در لایه ذهنی احساسیتون افسردگی باشه، میتونه کمبود ویتامین باشه، میتونه کمبود آب بدنتون باشه. اینها رو یه چیز شرح حالی، چون خواب زیاد تو هر کسی فرق کنه. ممکنه چربی خونت بالا باشه، ممکنه که غلظت خونت بالا باشه، اینا همش باید چک بشه، یعنی شرح حال نیاز داره. برای هر کدوم اینها هست برید، یعنی تمام چیزایی که تو کلاب های عمومی گفتم بچه‌ها اگر که انجام بدید هیچ کدوم این مشکلات رو نخواهید داشت. خوابتون منظم میشه، خوابتون اندازه میشه، حالتون جا میاد، حالتون سر حال میشید، به علاوه اینکه اون خستگی و اون حالتاتون رو نخواهید داشت. اینکه بچه ها ببین چی نوشته صدای موشک رو دانلود کنیم تمرین ترس کنیم ندرسیم. خدای خیلی خوبید شماها.
من زمان جنگ که بود بچه‌ها، من وسطش یه چیز خاطره تعریف کنم، یه چیز دیگه تعریف کنم چون خسته نشید. وگرنه میشه مدرسه دلت میخواست کتاب رو شوت کنی تو صورت معلمه، فقط کلاس تموم شه، فقط تموم شه، خسته میشه آدم. زمان جنگ که بود، خب اولش خب اینترنت ها قطع نشده بود، حالا اینترنت هیچی سرشون رو بخوره، تلفن ها قطع شده بود، از ترکیه زنگ میزدن ایران، بوق میخورد، صاحب نداشت برداره، یعنی چیز تلفن مخابرات شده و بی صاحب، یعنی هیچ تلفن جواب هیچ کی توش نبود، خلاصه هیچ کی توش نبود. بعد این بیشتر اعصابتو خورد میکرد، نگران کن، یعنی اتصال برقرار نمیشد، یعنی اون تماس برقرار نمیشد. یه حال خیلی کثیفی بود. خدا نصیب هیچ کس نکنه این وضعیت رو. یعنی هیچ وقت یکی از بدترین خاطرات زندگیم زمان جنگ 12 روزه ایران بود، برای اینکه واقعا ما داشتیم پر میزدیم، واقعا. یعنی بعد من حال خودم اینجوری و حالا دارم انرژیتیکی یه سری کمک میکنم به ایران، یه سری کارا انجام میدم و من خب دختر عمم توی استانبول زندگی میکنه، دخترش رفته بود ایران، اون دیگه خیلی حالش بد بود. بعد اونو باید من جمعش میکنم، یعنی باش صحبت کردم که از اون حال در بیارم. به قدری حالش بد بود که میگفتش که من پاشم اتوبوس بشینم برم مرز زمینی برم اونجا. گفتم آره الان یکی دو تاشون اونجا، بعد میشی تو هم میری میشی 3 تا، ما برای 3 نفر باید نگران باشیم. و در نهایت منم گفتم که اگر که قرار باشه جنگ انقدر طولانی بشه و ارتباط برقرار نشه، من هم میرم ایران. یعنی بهش گفتم منم این کارو میکنم. حالا خیلی فکر میکردن که اگه ما ایران نیستیم خیلی حالمون خوب و خوشحالیم از اینکه تو اون وضعیت ایران نیستیم، در صورتی که نه، واقعیت هم اینه که من تو اون شرایط واقعا تمام وجودم میخواسته کاش که توی ایران بودم و کنار شماها بودم و کنار خانوادم. بعد تو اون شرایط اولش قطع نشده بود، بعد من داشتم با ایران صحبت میکردم یا با شریکم داشتم صحبت میکردم و اینا، بعد گفت اوه شروع شد، گوش کن اوه زدن. گفتم لامصب پاشو، خب برو شمال، چرا نشستی تو خونه؟ حالا ویلا داری، ماشین داری، خونه داری. بنده خداهایی که ندارن خب میگن ندارن، تو که این امکاناتو داری، بلند شو سوار ماشینشو برو، دوست داری، آزار داری مگه؟ این صداها اضطراب میده به آدم. بعد منتظر میشه شب میشه صدا، این صداش نزدیکتر بود، ال شد بل شد، تا اینکه خب اون بنیامین به ما گفتش که پاشید منطقه اسمارت، که پاشید خودتون رو خالی کنید وگرنه میام دم خونه‌تون میزنمتون. دیگه اینجوری شد که با شدن جمع کردن رفتن شمال. وقتی رفتن خب حالا من یه خورده خیالم راحت تر شد، به خاطر اینکه خب حداقلش این بود که از فضا دور بودن. ولی این رو میخوام بچه‌ها بهتون بگم، خدا شاهده، به خالقم قسم میخورم، من تمام زمان جنگ ایران عراق حالم برای خاک وطنم بد بود، نه که برای مثلا خانوادم مثلا نگران باشم. نگرانیم بابت تک تک بچه‌هام بود، نگرانیم بابت خانوادم بود، نگرانیم بابت همه چی بود. نگران بودم که بلایی سر کسی نیاد، خدایا این روزها تموم بشه و من خبر سلامتی همه رو بشنوم. من حالم برای خاک ایران خیلی بد بود. من 2 بار حالم این حال بد شدن حالم رو برای خاک ایران تجربه کردم. یک بار زمان این مهسا امینی بود که خیلی حال ایران بد بود، هیچ وقت یادم نمیره. دقیقاً تو اون شلوغ-قلوغی‌ها بود که من یه بار پا شدم اومدم ایران، رفتم ایران و زمانی که توی هواپیما بودم، وقتی که هواپیما اومد بشینه، تلویزیون خیلی بزرگ، مانیتور خیلی بزرگ جلوی صندلی من بود، اون ردیف که نشستم دقیقاً جلوم دیوار بود دیگه، یعنی اون صندلی نبود جلو و تلویزیون مانیتور بود. لندینگ هواپیما رو نشون میداد که نشست روی زمین. وقتی خاک ایران دیدم، آقا من طوری گریه میکردم، ترکیدم، بغل سیما با تعجب منو نگاه میکرد. فکر میکرد مثلا من الان مثلا 30 سال 50 سال از خاک وطنم دور بودم، الان مثلا از غم فراق مثلا الان غم شادی وصال دارم که دارم گریه میکنم، کیو میخوام ببینم. اصلا هیچ کس متوجه نمیشد اون حال منو و من واقعا اون حالی که داشتم برای خاک ایران خیلی حالم بد و درک این حرف من برای هر کسی راحت نیست.
ما به سمت و سویی داریم میریم که انرژی ها داره ما رو هدایت میکنه به سمت انرژی جمعی. ما مجبوریم به وحدت برسیم و ما مجبوریم که به غیر از خودمون دیگران رو هم بخواهیم و خوبی برای دیگران بخواهیم. ما در حال حاضر شبیه دندونهای ارتودنسی شده هستیم که اصلا اگر هم که تو نخواهی، هر کسی که الان در جمع ما هست، در این دنیا هست، در این فرکانس ها هست، حتی اگر نخواهد هم به زور اون سیمپیچیا میشوننش سر جاش، یعنی حرکتش میدن تا جای مناسبش رو پیدا بکنه. حالا میخواد در این تناسخ باشه، میخواد در تناسخ‌های بعدی باشه، با هر دردی باشه، با هر وضعی باشه. و خب من این رو بهش رسیدم و درکش کردم. نه حالا فکر کنید در این تناسخ، از خیلی قبلتر. و این که میگم که خاک وطنم خاکیه که من انتخابش کردم و هر خاکی رو که ما انتخاب میکنیم قطعا به اون خاک بدهکاریم. تک تک شما به خاکی که انتخاب کردید به اون خاک بدهی دارید و باید بدهیتون رو در این جهان هستی به اون خاک با خدمت کردن، با عشق، به یک شکلی جبران بکنید. حالا در اون خاک چه چیزی وجود داره؟ هر چیزی که هست، از طبیعتش گرفته تا انسان‌ها، تا عشق‌ها، تا هر چیزی که وجود داره، ما باید جبران بکنیم در جهان هستی. خاکی رو که انتخاب کردیم درش رشد بکنیم و با توجه به بدهی‌هایی که داشتیم اومدیم روش. به همین جهت این خاک خاکیه که زمانی که یک نفر حتی 70 سال از این خاک بیرون زندگی میکنه، به هر دلیلی مهاجرت کرده، وصیت میکنه که من رو در خاک ایران دفن کنید و شاید خودش هم دلیلش رو ندونه، ولی این وصیت رو میکنه و زمانی که فوت میکنه میارنش توی خاک ایران دفنش میکنن، در خاک وطنش و زادگاهش دفنش میکنن. مریم عزیز، مگر اینجا وقت مشاوره گرفتن این متن 4 پاراگرافی چیه قربونت برم نوشتی؟ سوالا رو من اینجا جواب نمیدم عزیزم، به خاطر اینکه فرصتش نمیشه، وقت همه گرفته میشه. از بچه‌های قدیم من که اگر باشی که نوشتی که 4 سال با من هستی، وایس های کلاب هاست رو گوش کن، وایس هایی که توی کانال کلاب تو کانال وایس ها هست، وایس های رایگان رو گوش کن، کارهایی که گفتم رو انجام بدید. اگر که مطالبتون حل نشد که حل میشه، چیزایی که بهتون گفتم انجام بدید حل میشه. اگر که حل نشد آدرس ایمیل اونجا هست، شرایط این که بتونید که مشاوره بگیرید هم نوشته شده. اگر که بعد از انجام تمام اون کارهایی که گفته شده در وایس ها و 2 کتابی که گفته شده بخونید، بخشش هوپونوپونو کار بکنید، اگر حل نشد شما ایمیل بزنید، مشاوره بگیرید، من در خدمتتونم که ببینم مشکل کجاست که درستش بکنیم. اگر نه که با پیام و دایرکت و این چیزا مشکلاتتون حل و فصل نمیشه قربونت برم، هیچ کدومتون حل و فصل نمیشه. و خب کجاش بودیم؟ بریم سراغ اسکندر کباب بود. حافظه رو می‌بینی؟ اسکندر کباب. عطار نیشابوری، آفرین درست گفتی، عطار نیشابوری. عطار شیرازی از کجا اومد؟ خوک. بله عطار نیشابوری. اسکندر مقدونی بوده کردم اسکندرش کباب. خب اسکندر مقدونی که حمله کرد به ایران و تا هند، ولکنش هم خراب بود، تا هند رفت. این وسط ها هم با دختر داریوش سوم ازدواج کرد، یعنی هم خیلی رو میخواد بابا،
اومده حمله کرده دخترم اما گرفتی. یه جورایی هم حمله کرده بهمون هم دامادمونه.